سخن و سخنوران. علامه مجلسی رحمت الله علیه پس از نقل سخنان امام صادق علیه السلام در گزارش آیین مانویان گوید که بسیاری از این چیزها را نیز به جماعت شیعه به جز ایشان منسوب می‌دارند که البته ما خلاف اینها را می‌دانیم. این سخن علامه علی تحقیق ناظر به نوعی دینشناسی تطبیقی بین آراء مانویه و اعتقادات شیعه می باشد که ظاهراً وجوه شباهت یا اشتراکی میان اون دو ملاحظه شده یا تصور بدان می رفته است. در هر حال از دیرباز وجوه مشابهات بین آراء و مذاهب و عقاید ملل و نحل مورد توجه محققان بوده. در خصوص مذهب شیعه امامیه غالباً تصور بر مماثلات عقیدتی آن با زرتشتیه یا به اصطلاح مجوسیت می‌رفته که رسالات عالمانه و کتب مفصل چندی هم در این خصوص نوشته شده. ولیکن ما از جمله بر حسب همین اشارت علامه مجلسی در صحت فرضیه خویش که صرفاً در حوزه و از مقوله مطالعات تطبیقی دینشناسی یا ملل و نحل است راسختر شدیم که مذهب شیعه در وجه غالب همانا با مانویه سنجش پذیر باشد، نه چندان با مجوسیت که تا کنون ظن غالب بر آن میرفته است. به نظر ما این مذهب اسماعیلیه است که با مجوسیت مشابهات تام و ناقص بسیار دارد. ما فقرات راجب مانویه و زنادقه را از متاوی بهارالانوار چاپ کمپانی استخراج کردیم که همین در بحر توحید مفضل هم فرموده. مذهب مانویان که پیروان مانی حکیمن، وی در زمان شاپور ابن اردشیر بابکان پس از عیسی علیه السلام بود که دینی بین مجوسیگری و نصرانیگری بیاورد. مانی نبوت مسیح علیه السلام را قبول داشت ولی نبوت موسی را نمیپذیرفت. ابو عیسی محمد ابن هارون وراق زندیق مشهور از مانی حکیم باز گفته است که میپنداشت عالم ترکیبی مصنوع از دو بن دیرینه است که یکی نور و دیگری ظلمت باشد و این دو ازلی اند که همیشه بوده و باشند و او وجود چیزی را که از بن دیرینه نباشد انکار میکرد و میپنداشت که آن دو بن همچنان دو نیروی حاسه سمیع و بصیرند و با این حال در نفس و صورت و فعل و تدبیر هم ستار، یعنی متضاد یکدیگرند. خیر و شر با هم برابرند. اما گوهر نور نیکو و بهین و کرامند و پاک و خوشبوی و نیک روی است که نفس یا ذات اون نیز نیک و والا و سودمند و دانا و نیکو کردار و شاینده و شادان و با ترتیب و نظام و سازواری در سوی فراز باشد و همگنهای او 5 تاست که 4 تای آن بدنها و پنجمی روح آنها باشد، چه بدنها آتش و باد و نور و آب، این که عناصر اربعه، و روح آنها نسیم است که در آن بدنها می جنبد و صفات آن نیک و بهین و پاک و پاکیزه است. برخی گویند که وجود نور همواره برمانند این جهان است که آن را زمین و هوایی باشد. سرزمین نور پیوسته لطیف بجز صورت این زمین ماست، بلکه به صورت جرم آفتاب و پرتو آن
همچون پرتاب خورشید و بوی آن خوش و رنگهای آن همچون رنگین کمان دلپذیر است. سرزمین نور خود 5 گونه باشد که جسم لطیف تر دیگری یعنی هوا و آن نوری است که همانا روح باشد. اینجا منظور فلک اثیر است. فلک اثیر یا هم عنصر پنجم، عناصر اربعه که 4 تا معروفن، عنصر پنجم در مانویت فلک اثیره. فلک اثیر هم جایگاه فرشتگان و ارواح نیکان و پاکان یا به تعبیر زرتشتی جایگاه فروهران یا همون فروپران و آن نوری است که همانا روح باشد یعنی اثیر و فرشتگان و ایزدان پیوسته در اونجا باشد. اما ظلمت که گوهر آن زشت و ناجور و پست و تیره و پلید و بدبوی و زشت روی است. نفس یا ذات آن هم بدکار و پست و نادان و زیانبار و کردارش بدی و تباهی و زیان و اندوه و پریشانی و نابسانی و گونه های آن نیز 5 تا، 4 تا بدنها و 5می روح آنها. پس بدنها آتش و تاریکی و زهر و گزندها و روح ظلمت دود است که در اون بدنها جنباست. و اما صفات آن همانا پلیدی و پستی و بدخیمی که برخی گویند وجود ظلمت پیوسته بر مانند این جهان است که آن را زمین و هوایی باشد و سرزمین ظلمت همچنان کثیف بجز از صورت این زمین ماست و همین که ظلمت یکسره اهریمنان و پتیارگان میزاید، همچنان که حشرات از عفونات پلید زاده می شود. ملک این جهان همانا روح اوست که عالم شر و ظلمت بر آن گرد می آید. سپس مانویان در آمیزش آن دو بن نور و ظلمت که در کنار یکدیگرند اختلاف کردند. بعضی گویند که نور و ظلمت به خبط و اتفاق نه به قصد و اختیار با هم بیامیختند و بیشترشان گویند که سبب آمیزش همانا بدنهای ظلمت است که از روح خود بپرداختند. اما 5 گانهای نوری و ظلیم در هر یک از اجزاء عالم دخیلند. خلاص نورها از اجزاء ظلمت تحت شرایطی مورد بحث شده است. بر روی هم خرافات در مذهب ایشان بسیار باشد. محققان گفتند مانویان نور را از جهت بالا بیکران دانند که از جهت پایین کرانمند است و اما ظلمت هم بیکران است در جهت پایین و از جهت بالا کرانمند باشد. نور و ظلمت بدین سان پیش از آفرینش جهان وجود داشته، میان اون دو گشادگی باشد که پاره از اون دو در آن با هم بیامیزند. آوردگاهشان همون گشادگی بوده باشد، به تعبیر مانویا خلع، و همین مقتضای حکمت نورالانوار است که همون باری سبحانه تعالی در نزد ایشان است. من یعنی مجلسی گویم اینک این مذاهب سخیف خرافی که بی نیاز از گزارش بیشتر درباره آنها هستیم شناخت آمد، به گفتار درباره دنیسانیه برمیگردیم که آنان هم قائل به قدم ماده یعنی طینت. هر جا تو متن دیدید که طینت آمده هر جا ترجمهش مفهومش ماده است. به قدم ماده یعنی طینت یا ظلمت هستند و حدوث را در امتزاج دانند. و اما مانویان که سخن امام علیه السلام در گزارش آیین ایشان روشن است، چنان که پیشتر هم گذشت، بسیاری از این چیزها را نیز به جماعت شیعه و جز ایشان منسوب می‌دارند که البته ما خلاف اینها را می‌دانیم. با این حال احتمال می‌رود که سخنان ایشان رمزآمیز باشد. چه دانسته است که مرادشان از نور روح و از ظلمت جسد باشد و نور همان پروردگار تعالی است، ولی اون شخص ملعون یعنی مانی مذهب نصارا را در مورد مسیح تایید نموده. من اینجا اضافه کردم چنین فهمیده میشود که دلخوری علمای شیعه از مانویه بیشتر همین فقره تایید مسیح بوده باشد
ولی مانی 400 سال پیش از ظهور اسلام آمده و از این فقره بیخبر بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سخن و سخنوران